ساکنان شهر گلستان جشن فرخنده نوروز بین المللی را با شکوه و شهامت خاص تجلیل نمودند و نمایندگان جماعت‌های شهرک شهر گلستان در خیابان مرکزی خیمه‌های ایدانه نوروز آراستند. خیمه‌های ایدانه با خوراک‌های ملی، نمونه رسم و آیین و هنرهای ملی آرا داده شده بودند. آهنگران، دوزنده و طراحان، کدبانوها و هنرمندان محصول دسترنج خود را به معرض تماشا گذاشتند. در برابر خیمه‌های ملی ساکنان شهر همچون رمز دوستی، خیمه و رسم و آیین مردم کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان و فدراسیون روسیه را نمایش دادند. نمایش بازی‌های ملی و ورزشی به این چهاربینی ایدانه شکوه خاص بخشید. پختن سومنک یکی از سنت‌های نوروزی میباشد که در تمام منطقه‌های کشور بانوها در جشن نوروز به پختن سومنک مشغول می‌گردند و در گرد دیگ سومنک سرور و شادمانی می‌کنند. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر گلستان و مهمانان از کشورهای دوست و همسایه از خیمه‌های ایدانه بازدید به عمل آورده و مهارت دسترخوان آرایی، دوزندگی، بافندگی و هنرمندی ساکنان شهر بهای بلند دادند. مورد به ذکر است که در تاریخ فرهنگ مردم تاجیک هیچ یک عنعنه و رسم و آیین چون جشن خجسته‌پای و فرخنده نوروز عزیز و ارجمند نیست، زیرا نوروز پیوندگری نسل امروز با رسم و آیین، ارزش‌های ملی، مهر و صداقت و عنعنه‌های نیک نیاگان ارجمند ما میباشد. برای جهانی شوی نوروز سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به نهایت بزرگ است. در چهاربینی ایدانه فرهنگی که در باغ پرچم دولتی شهر برگزار شد، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، معاون رئیس ولایت سوخت و رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر گلستان حاضرین را به نوروز عالم افروز تبریک و مبارکباد نمودند. گفته شد که با سرزمین صاحب استقلال ما باز عید مبارک و فیضبخش بهار و جشن قدیمترین و زیباترین اجدادی نوروز عالم افروز بین المللی قدم مبارک و زندگی ساز خود را گذاشت. نوروز برای ملت ما چون سال نو اجدادی و عید بهار ارزش بزرگ داشته باعث افتخار و سربلندی هر یک فرد وطن دوست تاجیکستان می باشد. نوروز که ریشه های آن از سنت های فرهنگی نیاگان ما سرچشمه می گیرد، رمز احترام به طبیعت، ارزگذاری به ارزش های انسان دوستانه و قرابت و همدیگر فهمی میان خلق و ملت های گوناگون به شمار می رود. از روی عنعنه مردم تاجیک در عرفه جشن نوروز باطن خود را از کینه و کدورت و اندیشه های ناسالم پاک کرده، منزل و خانه زیست، سر و لباس و تمام اشیای روزگارشان را تازه آراسته می نمایند. مهمش مردم ما در جشن نوروز با مهر و شفقت سوی یکدیگر آغوش میکشند، به عیادت پیران و برجامانده ها می روند، دست یتیمان و بیپرستاران را می گیرند و سخاوت و جوانمردی را وظیفه مقدس و قرض انسانی خویش می شمارند. نوروز امساله با قدم مبارکش از فرا رسیدن موسم نوبتی آبادانی و سازندگی، نهالچینانی و کبودیزارکنی و خوشتر و زیبا نمودن منزل و مکان زیست بشارت می‌دهد. در ادامه چهاربینی یک قطار ساکنان جماعت شهرک‌ها و مسئولین تشکیلات و مؤسسه و کارخانه‌های صنعتی شهر که در آراستن خیمه‌های نوروزی و در سطح بلند تشکیل نمودن چهاربینی‌های نوروزی سهم ارزنده گذاشتند، با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. برنامه رنگین هنرمندان بخش فرهنگ شهر با اشتراک حافظان شناخته کشور به این چهاربینی نوروزی شکوه و شهامت خاص بخشید. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر گلستان همچنین در تنتنه‌های نوروزی سربازان و افسران مرکز تعلیمی گرنیزان سوخت اشتراک نموده سربازان و افسران را به جشن نوروز تبریک نمودند. در این قسم نظامی سربازان و افسران شجاع وطن نوروز فرخنده‌پای را با رعایت رسم و آیین و سنت و عنعنه‌های ملی تجلیل نمودند. بازی‌های ملی از قبیل بادبرک پرانی و خروس جنگ، آرایش دسترخوان نوروزی و سرودن ترانه‌های ملی به این چهاربینی ایدانه شکوه خاص بخشید. از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و شهر گلستان برای سربازان و افسران دسترخوان ایدانه آراسته شده، برنامه فرهنگی نوروزی تشکیل کرده شد و سربازان جشن فرخنده نوروز را با شکرگزاری از تنگی آسودگی و روحیه بالیده خاطر شاد و با شادی و نشاط تجلیل نمودند.